درود دوستان عزیز، ما برنامه نوبتی خویش را در پس منظر رخصتگیری منتخب تاجیکستان به جام جهان محضرت و جام آسیا شروع میکنیم. پیروزی که البته با شرافت دستگیری های صمیمی مخلصان، تشریف بلاگران بالاگذر و یا به قول در جامعه ما اتوریته با چند ژورنالیستی نوقلم و نوقدم و ورزشگاه و سخت طاقت‌کنی بازیگران بیچاره ما در خط دفاع زیر دست آمد. از کشور آفتابی اسپانیا مسئله پرقوت‌شوی بارسا آن است که دسته لاپورتا باز هم نخواست که مارکوس رشفورد را از امیو خریداری نماید. هرچند که بازی انگلیس و فلیک و دیگران در تیم کاتالانی پسند آمده است، ولی بارسلونا نمیخواهد که با انجام مهلت اجاروی رشفورد را برای عوض 30 میلیون یورو خریداری نماید. اکنون نقشه دسته فلیک هم اجاره دیگر باره بازیگر است، زیرا نرخ 30 میلیون از برای بازیگر 28 ساله برایشان قیمتی کرد. خود رشفورد این موسم دارای آماری 24 بازی، 4 گل و 8 پرتافت گلی بوده. با قول برخی از مخلصان در رقابت‌های نخارستانی مقابل اتلتیکو مادرید هم در لیگ چمپیون‌ها پیشه ناموس از بغل بیرون باید نکند. رشفورد که از ماه ایولی سال 25 با آمدن آمارین با منچستر در اولد ترافورد دیگر خوشبختی را ندید و از همان تابستان به بارسا آمد در دسته کاتالانی، البته که دیگر باره مفهوم خوشبختی را دریافت. هرچند که این مردک خوب را وابسته به کارهای شایان غیر فوتبالی در انگلستان زیاد قدر میکنند و جایزه هم میدهند، ولی تا حال بحر فوتبالی باشگاهی وطن او نادرکار به نظر میرسد. همزمان وقتی سخن سری ترانسفرهای احتمالی باید علاوه نمود که ابردست‌های اروپایی چون ارسنال و ریال این مورد نسبت کریستیان کافیان از بایر لیورکوزن چشم علا کردند. داروسازان از بای آرینا در نوبت خود حمله‌ور 19 ساله خویش را حدود 60-70 میلیون یورو نرخ کرده و از این ترانسفر هم مثل فروش کای هاورتز دست سفید کردنی‌اند. ژورنالیست آلمانی فلاریان پلاتنبرگ باشد بر آن است که با چنین رنگ گرفتن کار تابستان بایر میتواند یک فروشکاری بزرگ را انجام دهد. آمار 25 بازی، 4 گل و 5 پرتافت گلی زیبنده این نوجوان در این موسم بوندسلیگا بوده. با بایر باشد و تابستان سال گذشته از خود البسته همگی بر عوض بیش از 5 میلیون یورو گزارش انجام داده بود. کافیان این موسم همچنین 11 بازی و 1 گل و 2 پاس گلی در لیگ چمپیون ها و 4 بازی با 1 گل و 2 ارسال گل بخش در جام آلمان به نامش نوشته کرد. با زیاد و رنگین بودن آمار بازیگر، البته با باوری میتوان گفت که بایر تابستان میتواند از فروش کافیان پولای نقد هم کار کند. در فوتبال بارانی باشد یک دسته چقان در خریداری ها. این منچستر یونایتد است که نواسته از دلخواه وضعیت و حالت بازیگر نو خریدن میگیرد. فرصت های اخیر باشد از نتیجه مایکل کاریک به درجه رهبران امیو را قناعتمند نمود که آنها تیارند برایش از آسمان ستاره هم فرارند، ولی برای او و امیو عین حال ستاره آسمانی در کار نبوده. تنها خریداری ستاره فارست الیوت اندرسون از جنگل‌های ناتینگهم بسندگی میکند. با قول نشریه معروف اتلتیک، امیو به خاطر خریداری الیوت اندرسون میخواد حتی نشانداد رکوردی ترانسفری خویش را نو کند. اگر فراموش نکرده باشید گران ارزش‌ترین خریداری امیو این آوردن پول پاگبا بر عوض 105 میلیون یورو از یوونتوس در سال 2016 بود، ولی این مورد ناتینگهم این نیم حمایتگری 20 ساله خویش اندرسون را 115 میلیون یورو نرخ کرده است. دیوان سرخ از کجایی نباشد پول یافته انگلیس را وارد تئاتر آرزو کردنی‌اند. معلوم نیست که تابستان اندرسون با نرخ گران و دیگر ستارگان به امیو می آیند یا نه، ولی عین حال کاریک و یاورانش را ضرور است که تا انجام موسم یونایتد را در میان چهارگانه اول نگاه بدارند. یک دو سخنی زیادتی درباره قرارهای نوبتی رهبریت امیو باشد آن است که
این گالستوکدارانی گپزن از ورزشگاه اولد ترافورد میخواهند تقدیر سرمربیگی را با پررگی به دستی مایکل کاریک سپارند، زیرا نتیجه امیو زمانی که این مربی جوان با یک گفته به اندازه 360 درجه دیگر شده، نوبست از آن که جان مخلصش تا حال هم موی سر کم کرده نمیتواند، ولی در سال 26 در پریمیر لیگ انگلیا امیو از همه زیاد خال گرفته است. از پیروزی‌های زیاد و خالگیری‌های کافی تا رسیدن به زینه سوم چمپیونات، باوری راهبریت را نسبت کاریک زیاد نموده تا آخرین موسم دیدنی اند که کاریک با بچه‌ها به جای‌های در کاری رسیده میتواند یا نه. نتیجه در کاری هم برای امیو بازگشت به لیگ چمپیون‌های اویفا بوده. آنها در ادامه البته در ترانسفرها هم دیگر باره شیر میشوند. در قسمت آسمانی رنگ منچستری باشد، برعکس منچستر یونایتد میتواند تاریخ کلاً دیگر شود و مرحله نوی رهبری در سمت مربیگی فرا برسد. در حالی که فشارها از برای جزای 115 قاعده ویرانکنی وضعیت منسیتی را تنگتر میکند، گواردیولا زیرک پیش از سر زدن سوختار در ورزشگاه اتحاد جامدان غون کردنی است. نشریه فرانسوی لکیوپه بران است که پپ گواردیولا با انجام موسم جاری از صف شهریان رفتنی است. برای مخلصان منسیتی البته به یاد آوردن سلطنت 10 ساله گواردیولا پسند است، زیرا او توانست 19 جایزه برای تیم به دست آورد. گواردیولا از کم شمارترین نفری گردید که در 6 موسم 4 مرتبه سیتی را به قهرمانی در پریمیر لیگ انگلیس رسانید و زمانی تریبل تاریخی سیتی را در لیگ چمپیونها هم صاحب جام نمود. الکی گفته می شود که بعد رفتن گواردیولا او را در سیتی سابق شاگردش انسا مارسکا که با چلسی قهرمانی جهان شد ولی عین حال از زمره آن بیکار خوجه هاست با تنتنه عوض می کند. از آن 10 سالی شرفنده من سیتی در فضای فوتبال انگلیسی و جهان باشد، مخلصان این تیم را دیگر ضرور می‌آید پیکره گواردیولا گذاشته تنها یاد شیرین از آن دوران‌ها داشته باشند، زیرا دیگر مشکل است گفتند که من سیتی به گواردیولا آنقدر بزرگ و تاثیربخش بوده میتواند. یک خیربادی دیگری نظر است و این مورد علم‌آور و پرعصبانی مخلصان منتخب ایتالیا را در پیش است. تیمی که در تاریخ خویش 4 جایزه قهرمانی جهان دارد ولی الکی 3 مرتبه پای هم به چمپیونات جهانی رفتن نمیتواند. ایتالیا که بعد پیروزی در نیمه نهایی مرحله انتخابی با تمسخر و مغروریت به جانب بوسنی‌ها می‌نگریست، اخیراً از دست این دولت بلکانی جزای سخت گرفت. از نگرفتن راحت جام جهانی از جانب منتخب ایتالیا با سروری جنارو گاتوزو به آن رسانید که خودی سرمربی و بوفون سکوادرا اتزورا را یک طرف گذاشته برای گریه‌کنی سخت و برآوردن علم دل با یگان نقطه دوری جهان می روند. بوفون که سال 23 این جانب راهبر دلیگاسیون تیم‌های ملی بود، همچنین در برابر گاتوزو از وظیفه پرچم سفید بالا نمود. گفته می شود که وقت رهبری فدراسیون فوتبال این کشور گابریل گراوینا هم از وظیفه کنار رفت، نوبت شفی آنتونیو کونته یا ماکس آلگری در منتخب هم فرا می رسد. آخرین سخن قابل دقت بر ریال مادرید از لالیگ اسپانیا داخل دارد که تابستان سال 26 می‌خواهد چندین تغییرات نظرسی کادری در دسته داشته باشد. بعد بازی‌های درخشان در مرحله پلی‌آف لیگ چمپیون‌ها و سرکوب کردن من سیتی، امیدها نسبت گدا نبودن تیم شاهانه در این موسم باز زیاد شدند. اکنون گفته می شود که طبق اطلاع نشریه کادنا سر 3 بازیگر این تابستان بر ریال مادرید برمیگردند. و گفته منبع نیمه‌نهاییگر هجومکار نیکو پاس، اینچنین حمله‌گران ویکتور مونیوس و اندریک به باشگاه شهر مادرید برمیگردند. این بازیگران در تمرین‌های پیش از موسم لوس بلانکوس اشتراک خواهند کرد. اندریک 19 ساله این زمستان طریق اجاره بهره گریختن از جبر خابی آلونسو به لیون پیوست. پاسی 21 ساله در کومو و مونیوسی 22 ساله عین زمان در اساسونا بازی میکند. در مورد نیکو پاسی 21 ساله از آرژانتین
میتوان گفت که از ستارگان اساسی کامو با سروری فابریگاس بوده صاحب آماری 29 بازی 10 گل و 6 پرتافتی گلی است. خلاص که اگر آلوارو آربیلا هم مثل خابی آلونسو دوام موسم با جبر جواب شدن از وظیفه گرفتار نشود و کارهای ریال اساسی را دیده نقص‌تر شوند، تابستان غیر از 3 بازیگر گوتگی باز میتوان تغییرات‌های دیگری پولی را هم در دسته شاهانه شاهد شد. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.